بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلامی به پایان خداوند بر شما بینندگان عزیز، مخاطبان اهل دانش و علم و معرفت و حقیقت. امیدوارم هر جایی که هستید در سایه خداوند متعال تندرست و خرسند باشید. ما رسیدیم به حکایت ششم از باب اول از کتاب گلستان سعدی شیرازی، گلستان آزادگی، گلستان معرفت و عشق. این حکایت بسیار حیرت انگیز و عبرت آموز است برای مردم و برای منصبداران، مخصوصاً منصبداران و کسانی که قدرت دارند و دست طمع و چشم طمع به سمت ناموس و جان، خاک و مال مردم برده اند و میبرند. سعدی شیرازی می‌فرماید یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده بود تا جایی که خلق از مکاید ظلمش به جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند. یکی از پادشاهان ایران گذشته دست ظلم به مال مردم برده بود، مال مردم را به صورت ناحق می گرفت و مردم را آزار و اذیت می کرد تا جایی که مردم خسته شده بودند. چی کار کردند؟ مهاجرت کردند. مهاجرتی که همراه با اندوه و غم بود. چون رعیت کم شد، ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت و خزینه تهی ماند و دشمنان زور آوردند. چون مردم رفتند، جوانان رفتند، قدرت کشور کم شد. چون قدرت کشور کم شد، دشمنان به خاک وطن طمع کردند. هر که فریاد رس روز مصیبت خواهد، گو در ایام سلامت به جوانمردی کوش. بنده حلقه به گوش ار ننوازی برود، لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. اگر در روز مصیبت میخواهی که فریاد رست و دستگیر داشته باشی، در روزهای شادی و سلامت جوانمرد باش و در خدمت مردم باش. چرا که اگر بنده داشته باشی، برده داشته باشی، کنیز داشته باشی که حلقه به گوش باشد، در زمانهای قدیم، زمانی که کسی را، مرد را به بردگی می گرفتند یا زن را به کنیزی، به گوش او یک حلقه می زدند که از اون حلقه می فهمیدند که این کنیز یا برده مال و متعلق به فلان قدرتمند یا فلان تاجر و یا کسی دیگر است. اگر همان حلقه، بنده حلقه به گوش را دستگیری نکنی، برود. پس لطف کن، لطف که بیگانه شود حلقه به گوش. محبت، دستگیری، جوانمردی و لطف انسان بیگانه را دستگیری تو میکند در روزهای سختی. باری در مجلس او کتاب شاهنامه می‌خواندند در زوال مملکت ضحاک و عهد فریدون. در مجلس نشسته بودند و کتاب شاهنامه فردوسی می‌خواندند، داستان ضحاک، همان پادشاه ظالمی که در قیام کاوه آهنگر به کوه‌ها فرار کرد و به دست فریدون کشته شد. وزیر از پادشاه پرسید، وزیر ملک را پرسید هیچ توان دانست فریدون که گنج و ملک و چشم نداشت چگونه بر مملکت مقرر شد؟ وزیر از پادشاه پرسید که هیچ میدانی که امی فریدون نه قدرت داشت، نه زمین داشت، نه گنج داشت و نه نیرو داشت، اما همین انسانی که هیچ چیز نداشت به یک روز در مملکت پادشاه شد. میدانی چگونه شد؟ گفت چنان که شنیدی، خلقی بر او به تعصب گرد آمدند و تقویت کردند و پادشاهی یافت. پادشاه گفت ای وزیر، شنیدی یک گروه از مردم
در پشت فریدون جمع شدند، از فریدون حمایت کردند و او را پادشاه کردند. پس گفت ای ملک، وزیر گفت ای پادشاه، چون گرد آمدنی خلقی موجب پادشاهی است، تو مر خلق را پریشان برای چی می کنی؟ وزیر و پادشاه گفت ای پادشاه، اگر همین گرد آمدنی مردم گرد یک شخص او را پادشاه می کند، تی که پادشاه هستی چرا مردم را آزار اذیت می کنی؟ مگر سر پادشاهی کردن نداری؟ مگر نیت نداری پادشاهی داشته باشی؟ مگر نیت نداری حکومت و قدرت داشته باشی؟ پس چرا مردم را آزار و اذیت میکنی؟ همان به که لشکر بجان پروری، که سلطان به لشکر کند سروری. پادشاه چه زمان قدرت دارد؟ زمانی که لشکری خوب دارد. و چه زمان لشکری خوب دارد؟ زمانی که مردم را راضی نگاه دارد. ملک گفت موجب گرد آمدن لشکر و رعیت چی باشد؟ پادشاه از وزیر پرسید که ما چیکار کنیم که همین لشکر داشته باشیم و مردم از ما حمایت کنند؟ وزیر گفت پادشاه را کرم باید تا بر او رعیت گرد آیند، و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند، و تو را این هر دو نیست. گفت پادشاه باید کرم داشته باشد، کریم باشد، بخشنده باشد، تا مردم گرد او جمع شوند. حق مردم را ای بیت المال، حق مردم را ای از ثروت کشور فقط برای خودش و خانوادهش نخواهد، حق مردم را با عدالت تقسیم کند، ثروت کشور را بین مردم تقسیم کند، یعنی بخشنده و کریم باشد و هم رحمت داشته باشد، هم مهربان باشد، تا مردم در دولت و حکومت او احساس امنیت کنند. یعنی اگر یک کس اعتراض کرد 5 دقیقه بعد در زندان نباشد، مردم احساس امنیت کنند. یعنی پادشاه هم گوش شنوا، هم زبان برا، هم قلب رحیم و هم دست کریم داشته باشد، تا مردم گردش جمع شوند، سپاه و لشکر برایش جنگ کنند. نکند جور پیش سلطانی، که نیاید ز گرگ چوپانی. پادشاهی که طرح ظلم افکند، پای دیوار ملک خیش بکند. پادشاهی که ظلم کند، خودش گرگ است که حکومت خودش را می درد و چنگ می زند. پادشاهی که ظلم کند، خودش تبر به دست گرفته است و به ستونهای محکم دولت خودش محکم می زند و ستونهای دولت را از بین می برد. ملک را پند وزیر ناصح موافق طبع نیامد، روی از این سخن در هم کشید و به زندانش فرستاد. پادشاه از این سخن وزیر طبعش به هم ریخته خشمگین شد، وزیر را به زندان افکند. یعنی این پادشاه نه کرم داشت و نه رحمت. بسی بر نیامد که بنی عمش به منازعت برخاستند و ملک پدر خواستند. چند وقت گذشت، بنی عم پسران عمکی این پادشاه اومدن گفتن که ای پادشاه، این زمین و سرزمینی که تو حکومت داری از پدر ماست و این حکومت را باید به ما بدهی. قومی که از دست تطاول او بجان آمده بودند و پریشان شده بودند، بر گرد ایشان گرد آمدند و تقویت کردند تا ملک از تصرف این به در رفت و بر آنان مقرر شد. مردم هم که ناراضی بودند از این پسران عمکی این پادشاه حمایت کردند و حمله کردند و پادشاهی را گرفتند و به این گروه دادند. پادشاهی کوروا دارد ستم بزیر دست، دوستدارش روزی سختی دشمنی زورآور است. اگر یک پادشاه به مردم و به کسانی که از او رتبه کمتر دارند ظلم و ستم کند، در روزی سختی دوستانش هم دشمن او خواهند شد.
با رعیت صلح کن و از جنگ خصم ایمن نشین، زان که شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است. اگر میخوای حکومت کنی، اگر میخوای لشکر داشته باشی، باید با مردم و رعیت صلح کنی و مردم را آزار و اذیت نکنی. که چرا؟ چون اگر حاکم عادل باشی و به عدالت حکومت کنی و ثروت مردم و حق مردم را بدهی، همین مردم در روز سختی برای تو لشکر خواهند شد. خداوند متعال ما را از شر تمام حاکمان ظالم در امان نگاه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.